میکروکتاب بازی بی پایان. چطور با طرز فکر نامحدود زندگیتان را متحول کنید؟ تهیه کننده نبی‌الله ایوبی. نویسنده سایمون سینک. درباره کتاب. میکروکتاب بازی بی پایان راهنمایی کاربردی برای بهتر و موفق عمل کردن در کار و زندگی است. سایمون سینک در این میکروکتاب زندگی و موفقیت را مانند بازی بی پایان می‌بیند و راهکارهایی برای بردن در این بازی و تغییر روش فکر و کار کردن ارائه می‌دهد. او به شما میگوید که طرز فکر محدود چطور زندگی شما را محدود کرده و باعث شده از خواسته ها و اهداف خود دور شوید. اگر شما هم میخواهید از این شرایط خارج شوید و کسب و کار و زندگیتان را به شکل دلخواه پیش ببرید، این میکروکتاب برای شماست. باید وارد بازی نامحدود شوید، چون زندگی یک بازی بی پایان است. درباره نویسنده. سایمون سینک نویسنده، سخنران برتر انگیزشی و مشاور سازمانی است. تحصیلات او در زمینه حقوق است، اما کار خود را با فعالیت در یک آژانس تبلیغاتی آغاز کرد. او نویسنده کتاب‌هایی از جمله با یک چرا شروع کنید، رهبران آخر از همه غذا می‌خورند، با هم بهتر است و چرایی خودت را پیدا کن است که توانسته به عنوان نویسنده برتر نیویورک تایمز هم شناخته شود. مقدمه. در طول تاریخ بشر تونستیم نتیجه تفکر بی‌نهایت رو درک کنیم. ظهور پیشرفت‌های علمی و پزشکی، ظهور جوامع بزرگ و تاثیرگذار، اکتشافات فضایی و هزاران نمونه دیگه تنها به این علت رخ دادن که افراد زیادی حول یک دلیل مشترک و هدف آرمانی دور هم جمع شده بودند. البته برای این اهداف نقطه پایانی مشخص نکرده بودند. به عنوان گونه بشر خیلی سخته که بخوایم بر اساس یک دید بلند مدت عمل کنیم. همیشه میخوایم خیلی سریع به جواب پرسش هامون برسیم و راه حل های آسونی برای مشکلات پیدا کنیم. اگه هم پیشرفت های سریع رو اولویت قرار میدیم به این دلیله که عمیقاً جاه طلب هستیم. در واقع میخوایم دنیا رو در چارچوب مشخصی از برنده ها و بازنده ها ببینیم. البته این پیشفرض همیشه درست عمل نمیکنه و نتایج خوبی هم به همراه نخواهد داشت. اگه نگرش ما تنها بر اساس برد و باخت یا موفقیت ها و شکست ها باشه، نتایج بسیار خطرناکی به همراه خواهند داشت. اخراج سالیانه کارکنان، محیط های کاری پر استرس، دست بالا گرفتن سهامداران و بی اهمیت جلوه دادن کارمندان شرکت، تلاش های غیر اخلاقی و پاداش دادن به کارمندان نادرست و سمی، همگی نتایج ترسناک چنین نگرشیه. البته وقتی هم بخوایم چنین چیزایی رو تغییر بدیم، با واکنش تند رؤسا و رهبران شرکت‌های بزرگ روبرو میشیم. به این ترتیب همه ما از محیطی که در اون کار و زندگی می‌کنیم ناراضی خواهیم بود و این موج نارضایتی و عدم احساس امنیت شغلی هر روز بیشتر میشه. این سیستم کاری که همه درگیر اون هستیم و هر روز برای برقراری تعادل بین کار و زندگی براش تلاش میکنیم، توسط گروهی اقلیت ساخته شده. پس ما میتونیم و این فرصت رو داریم که واقعیتی متفاوت خلق کنیم که باعث شه هر روز با انگیزه از خواب بیدار شیم. این کتابو برای کسایی نوشتم که میخوان و آمادگی دارن که وضعیت موجودو به چالش بکشونن و واقعیت جدیدی رو جایگزین اون کنن. این مسئولیت ماست که بتونیم رهبرانی پیدا کنیم که بتونن چشمانداز موفقیت و امنیت شغلی برای همه فراهم کنن. برای همین باید رهبری کردن در بازی بی پایان و بی نهایت رو به خوبی درک کنیم. یکی از عجایب جنگ ویتنام در مورد تعداد تلفات این جنگه.
امریکا تقریباً به مدت 10 سال تو ویتنام به نبرد پرداخت. توی این مدت امریکایی‌ها و متحدانشون 58,000 تلفات داشتن و ویتنام شمالی بیش از 3 میلیون کشته دادن. این آمار ذهن ما رو به سمت یه پرسش مهم میکشونه که چطور امریکا در اکثر نبردهای خودش تو این جنگ طولانی پیروز شد و تلفات زیادی هم جانی و هم مالی به دشمن وارد کرد، اما در نهایت در این نبرد باخت. فصل اول، بازی‌های محدود و بازی‌های نامحدود. به طور کلی 2 بازی وجود داره. یکی محدود و دیگری نامحدود. وقتی بازی محدود باشه، شرکت کننده ها هم مشخصن. توی بازی‌های محدود قوانین ثابتی وجود داره و یه هدف هم از قبل تعیین شده. اگه هر کدوم از شرکت کننده ها به اون هدف دست پیدا کنن، بازی هم به پایان میرسه. درست مثل بازی فوتبال. توی فوتبال قوانین مشخصی وجود داره. همه باید لباسای یه دست بپوشن و از قوانین زمین بازی پیروی کنن. اگه هم قانون شکنی کنن، اخطار دریافت میکنن یا اخراج میشن. وقتی یکی از تیم‌ها بتونه گل بیشتری بزنه، برنده میشه و همه این موضوع رو خیلی راحت میپذیرن و به خونه‌های خودشون میرن. توی همه بازی‌های محدود آغاز، میانه و پایان وجود داره. اما تو بازی نامحدود همه چیز متفاوته. بازیکن‌ها مشخص نیستن و هیچ قانون دقیقی هم وجود نداره یا از سمت کسی تعیین نشده. شاید قوانینی بسیار کلی به چشم بخوره، اما در مرزهای نامحدود این بازی، بازیکن‌ها هر طوری که دلشون بخواد رفتار میکنن. توی بازی نامحدود هر بازیکن روش خاصی برای خودش داره و هر زمان که بخواد میتونه نحوه بازی کردن خودش رو تغییر بده. توی بازی‌ها هیچ نقطه پایان مشخصی وجود نداره و مفهومی به نام پیروزی در این بازی تعریف نشده. تنها هدف اصلی اینه که توی بازی بمونید. ما توی زندگی بیشتر در حال انجام بازی‌های نامحدود هستیم. ازدواج می‌کنیم اما نمی‌تونیم برنده‌ای برای اون در نظر بگیریم. تحصیل می‌کنیم و می‌دونیم که دوران تحصیل محدوده، اما مفهومی به عنوان پیروزی در تحصیل نداریم. توی رقابت‌های شغلی خودمونو تا حد مرگ تحت فشار قرار میدیم، اما تا به حال کسی عنوان پادشاه شغل‌ها رو به دست نیاورده. توی سیاست جهانی هم پیروزی هیچ مفهومی نداره. حتی وقتی کسی میمیره هم از اون به عنوان قهرمان زندگی یاد نمی‌کنن. وقتی به حرف‌های رهبران امروز دنیا گوش میدیم، متوجه میشیم که دائم از پیروزی حرف میزنن. انگار اصلا نمیدونن که وارد چه بازی شدن. مدام میگن برترین هستن و تو دنیا شماره 1 رو از آن خودشون کردن. اونا وارد بازی نامحدود شدن و در این بازی چون این چیزهایی اصلا معنا نداره و به معنای واقعی کلمه غیر ممکنه. وقتی با تفکر محدود وارد بازی بی‌نهایت شیم، فقط دردسر ایجاد میشه، اما اگه یه ذهن نامحدود وارد بازی بی‌نهایت شه، نوآوری خودشو نشون خواهد داد. ما بازیکنان این بازی نامحدود هستیم، پس به نفعمونه که ببینیم دقیقاً در حال انجام بازی محدود هستیم یا فکر میکنیم که در بازی نامحدود قرار داریم. اگه تو بازی نامحدود بودیم، باید اونو با طرز تفکر نامحدود ترکیب کنیم تا تغییراتی که میخوایم رو به وجود بیاریم. بازی نامحدود کسب و کار. وقتی بازی کسب و کار رو بررسی میکنیم، متوجه میشیم که خودش یه بازی بی‌نهایته. شرکت کننده های جدیدی وارد بازی میشن که ممکنه اصلا اونا رو نشناسید و هر بازیکن استراتژی های مخصوص به خودش رو داره. همچنین در بازی کسب و کار مقررات ثابتی وجود ندارن و این مقررات از کشوری به کشور دیگه متفاوته. توی کسب و کارها هیچ نقطه مشخصی از شروع، میانه یا پایان تعیین نشده.
جالبه که بیشتر رهبرای کسب و کار تو این بازی نامحدود همواره خودشونو برتر و شماره 1 قلمداد میکنن. البته چون این ادعاهایی همیشه خنده‌داره و من دوست دارم بدونم که بر اساس چه مبنایی چون این چیزی رو به زبون میارن و به دنیا اعلام میکنن. هر کمپانی بهترین بودن خودشو در چیز به خصوصی عنوان میکنه. بعضی از اونا به مشتریای زیادی که دارن، بعضیای دیگه به درآمد، عملکرد بازار سهام یا تعداد دفاتری که در نقاط مختلف دنیا دارن نسبت میدن. توی بازیای نامحدود معیارهای مختلفی برای برتر بودن وجود داره و به همین دلیل هرگز نمیتونیم یه برنده داشته باشیم. پس چون این ادعاهایی که میگن ما شماره 1 دنیا هستیم از پای اشتباهه. زمان در بازی نامحدود به پایان نمیرسه. ممکنه عمر آدمی به پایان برسه اما بازی همچنان وجود داره. توی بازی محدود زمان مشخصی وجود داره و بازیکن‌ها میتونن هر روز بازی خودشونو به پایان برسونن و سراغ بازی دیگه‌ای برن. توی بازی نامحدود مفهومی به عنوان پیروزی و شکست وجود نداره و این بازیکن‌ها هستند که با اتمام منابع یا تموم شدن انرژیشون زمین بازی رو برای همیشه ترک میکنن. توی بازی بی‌نهایت کسب و کار این انصراف‌ها خودشو در قالب ورشکستگی، ادغام و اکتساب نشون میده. پس باید در بازی نامحدود این طرز فکر که چه کسی برنده یا بازنده است رو کنار بذاریم و به فکر ساخت سازمان‌هایی باشیم که قدرت کافی برای سالها ماندگاری در بازی رو داشته باشند. داستان 2 بازیکن. چند سال پیش توی اجلاس آموزشی شرکت مایکروسافت سخنرانی کردم. چند ماه بعد به اجلاس آموزشی اپل دعوت شدم و در اونجا هم صحبت کردم. در رویداد مایکروسافت بیشتر سخنرانها در مورد راه‌هایی که برای شکست دادن اپل به کار گرفته بودن حرف می‌زدن. اما در رویداد اپل این اتفاق رخ نداد. در این رویداد همه سخنران‌های اپل تنها در مورد این موضوع که شرکت برای کمک به معلم‌ها و دانش آموزان تلاش کرده سخنرانی کردند. در چنین اجلاسی این موضوع برای من مشخص شد که یکی تنها به دنبال نابودی طرف مقابله و دیگری یک هدف خاص برای خودش در نظر گرفته و اون رو دنبال میکنه. وقتی سخنرانیم تو مایکروسافت به پایان رسید، اونا به من محصول جدید خودشون یعنی زوم رو هدیه دادن که هنوز باید راه زیادی طی می‌کرد تا بیشتر مورد توجه قرار بگیره. این محصول به نوعی پاسخ مایکروسافت به آیپاد اپل بود که حسابی معروف شده بود. به هر حال این محصول در تلاش بود که بخشی از سهم رقیب خودش یعنی اپل رو از آن خود کنه. در سال 2006 مدیرعامل اون زمان مایکروسافت اعلام کرد که میتونه به زودی اپل رو شکست بده. این حرف در عمل کار ساده‌ای نبود اما اون اینو به زبون آورد. بعد از اینکه توی اپل سخنرانی خودم رو به پایان رسوندم به طور اتفاقی با یکی از مدیران اجرایی اپل تو تاکسی همراه شدم. در واقع این فرد از قدیمی‌های اپل بود و با این شرکت به خوبی آشنایی داشت. نمیتونستم سکوت کنم و برای همین بهش گفتم که تو مایکروسافت سخنرانی داشتم و اونا به هم یه هدیه دادن. اعتراف کردم که هدیه مایکروسافت خیلی بهتر از آیپاد اپل بود. انتظار داشتم واکنش تندی دریافت کنم اما اون مدیر گفت تو این موضوع شکی وجود نداره. نمیدونم شاید مدیر اپل به دنبال حفظ غرور این شرکت بود یا به خوبی نقش بازی میکرد. هرچه که بود پاسخش نشون میداد که از طرز فکر نامحدودی برخورداره. فواید طرز فکر نامحدود. توی بازی بی‌نهایت ارزش واقعی سازمان رو نمیشه بر اساس معیارهای ثابت سنجید. بلکه باید اونو با تمایل سایرین برای کمک به اون اندازه گیری کرد.
البته این کمک‌ها نباید تنها به دوران کنونی یک سازمان محدود شه، بلکه باید برای رسیدن به کامیابی در بلند مدت در نظر گرفته شن. رهبری که از طرز فکر نامحدودی برخورداره همه رو ترغیب میکنه که به سازمان کمک کنن. بازیکنایی که طرز فکر نامحدودی دارن هم به دنبال اینن که وقتی سازمان رو ترک میکنن جایگاه و وضعیت اون سازمان ارتقا پیدا کنه. اما رهبرایی که طرز فکر محدودی دارن بازی میکنن تا بازی رو به پایان برسونن و در نهایت هم برنده شن. این رهبرا دوست دارن که همه رو شکست بدن. در این بین بازیکنی که تفکر محدود داره میخواد محصولی تولید کنه که بیشتر به فروش برسه. بازیکنی که طرز فکر نامحدود داره به دنبال ساخت محصولیه که افراد بیشتری اونو بخوان. بازیکن محدود به دنبال اینه که با فروش محصول عوایدی نصیب شرکت خودش کنه و بازیکن نامحدود میخواد از فروش محصول عوایدی نصیب خریداران کنه. بازیکنان محدود فقط به نقطه پایان فکر میکنن و از غافلگیری بیزارن. اونا از هر چیزی که کنترل امور رو از دستشون خارج کنه دوری میکنن چون میترسن شکست بخورن. اما بازیکنان نامحدود از غافلگیری لذت میبرن و هر احتمالی که میتونه موجب بقای اونا و سازمانشون بشه رو میپذیرن. شرکت هایی که رهبرانشون طرز فکر نامحدودی دارن معمولاً رکورد سودآوری و کسب درآمد رو میشکنن. یکی از مهمترین نتایج داشتن طرز فکر نامحدود اینه که میزان اشتیاق، نوآوری و همکاری بین اعضای شرکت دوچندان میشه و این موضوع حتی در دوران بی‌ثباتی هم به قوت خودش باقی خواهد موند. شرکت‌هایی که رهبران و کارمنداش از تفکر نامحدود برخوردارن، هر بحران رو فرصتی برای پیشرفت در نظر میگیرن و به استقبال خطرها میرن. به طور کلی عواید بازی برای یک تفکر نامحدود بسیار زیاده. ضررهای بکارگیری طرز فکر محدود در یک بازی نامحدود. چندین دهه بعد از پایان جنگ ویتنام، رابرت مکنامارا که وزیر دفاع امریکا در زمان جنگ بود، فرصت ملاقات با نگوین کوتاک که در سالهای 1960 تا 1975 متخصص ارشد وزارت خارجه ویتنام شمالی بود رو به دست آورد. مکنامارا متعجب بود که چطور امریکایی‌ها در مورد ویتنامی‌ها درک نادرستی داشتند و در اون بین سرزنش کوتاک رو به خاطر آورد که گفت: مطمئنم که هیچ وقت تاریخ نخوندید که اگه خونده بودید میفهمیدید که ما ویتنامیا سربازای چینی یا روس نیستیم. اینو میگم چون ما به مدت 1000 سال با چین جنگ داشتیم. اون ادامه داد: ما میخواستیم که استقلال داشته باشیم و برای همینم میجنگیدیم. اونقدر مصمم بودیم که میدونستیم هیچ بمب و هیچ فشاری از سمت امریکایی‌ها نمیتونه ما رو متوقف کنه. چیزی که باعث قدرت یافتن ویتنامیا شده بود، داشتن طرز فکری نامحدود در یک بازی نامحدود بود. این در حالیه که ایالات متحده جنگ ویتنامو بسیار محدود در نظر گرفته بود. چون واقعاً بیشتر نبردها محدود هستند. بیشتر جنگ‌ها برای تصاحب زمین یا اهداف خاصی که قابل سنجش هستن رخ میدن. در واقع در هر جنگی باید مأموریت‌های سیاسی به خوبی مشخص باشن. در این صورت هر کسی که زودتر به هدف برسه برنده نهایی خواهد بود. اما تو جنگ ویتنام برای امریکایی‌ها هیچ مأموریت سیاسی مشخصی وجود نداشت. آغاز، میانه و پایانی در کار نبود. از طرف دیگه امریکایی‌ها درک نادرستی از دشمن خودشون داشتن. امریکایی‌ها فکر می‌کردن که اگه تو ویتنام جنگی را بندازن به این ترتیب چین و روسیه حساب کار دستشون میاد و امریکا میتونه به اون دو کشور اعلان جنگ کنه. اما ویتنام شمالی اصرار داشت که نمیخواد به اسباب بازی امریکایی‌ها و هیچ دولتی تو دنیا تبدیل شه. حضور امریکا در ویتنام تنها یه مداخله احمقانه بود.
اشتباه امریکایی‌ها این بود که با یه بازی محدود وارد جنگ شدن. وقتی با طرز فکری محدود وارد جنگ شید، مجبور میشید که به ابزارهای مختلف متصل شید تا بتونید تو بازی بمونید. امریکا می جنگید تا پیروز شه و ویتنامیا برای بقای خودشون مبارزه می کردن. با اینکه امریکا برتری نظامی داشت، اما اصلاً نمیتونست در مقابل رقیب خودش به پیروزی برسه. چیزی که باعث شد تا امریکا دست از سر ویتنام برداره پیروزی یا شکست نبود، بلکه نتیجه فشار افکار عمومی بود. مردم امریکا فهمیده بودن که این جنگ خیلی طولانی شده و فقط هزینه به بار میاره. در واقع مردم امریکا قدرت پشتیبانی خودشون از جنگ توی سرزمین‌های دور رو از دست داده بودن. امریکا جنگ رو نباخت، بلکه اتمام منابع و از بین رفتن اراده لازم برای حضور در جنگ بود که باعث شد اون به کلی از بازی خارج شه و ویتنامیا به خواسته خودشون یعنی استقلال دست پیدا کنن. باطلاق ویتنام در کسب و کار. زمانی که مایکروسافت زون رو معرفی کرد، در مورد نقش این محصول هیچ چشمانداز مفید و قابل توجهی تو شرکت نداشت. احتمالاً اونا به فکر اتفاقاتی که قراره در آینده رخ بده نبودن و فقط رقابت کردن با اپل براشون اهمیت داشت. وقتی مایکروسافت اعلان کرد که زون میتونه آیپاد اپل رو شکست بده، این پیش بینی درست از کار در نیومد. زون کار خودشو با 9% از سهام بازار شروع کرد و بعد از مدتی روند نزولی به خودش گرفت. این وضعیت اونقدر ادامه پیدا کرد که در سال 2010 سهم اون به 1% رسید و در سال 2011 هم تولید اون به کلی قطع شد. دقیقاً در همون زمان آیپاد اپل 70% بازار رو از آن خود کرده بود. البته بعضیا عدم تبلیغات مناسب برای زون رو عامل شکست اون میدونن. گمانه‌زنی‌ها در این باره زیاد بود. هر چقدر هم محصول شما عالی باشه، برای اینکه بتونید توی بازی بی‌نهایت کسب و کارها موفق عمل کنید، به چیز بیشتری از عالی بودن نیاز دارید. باید بتونید یک کمپانی رو به خوبی و با تفکری نامحدود هدایت کنید تا موفق شید. به خاطر همین تفکر محدود شاهد شکست محصولات بزرگ و عالی هستیم. وقتی یه تفکر محدود تو همه اجزای یک سازمان گسترش پیدا کنه، اون وقت نوعی از کوته نظری رخ میده که نتیجه اون شکست بهترین محصولات و از دست دادن بهترین کارمنداست. مایکروسافت خودش رو در دام رقابتی بی پایان اسیر کرد. اپل که طرز فکر نامحدودی داشت و اهمیتی به رقابت با دیگران نمیداد، پیروز این بازی بی‌نهایت بود. تو بازی بی‌نهایت کسب و کار، زمانی که رهبران ما یک طرز فکر محدود دارن یا بیش از اندازه روی اهداف محدود متمرکز میشن، شاید در 1 یا 2 معیار معین بتونن به رتبه اول برسن، اما این امر به معنای تضمین بقای طولانی مدت اونها توی این بازی نیست. رهبرانی که طرز تفکر محدودی دارن معمولاً از استراتژی‌های متنوعی استفاده می‌کنن تا بتونن اهداف آماریشون رو برآورده کنن. بعضی از این استراتژی‌ها شامل سرمایه‌گذاری روی تحقیق و توسعه، کاهش شدید هزینه‌ها از طریق اخراج کارکنان، انتخاب مواد اولیه ارزون و بی‌کیفیت، صرفه‌جویی تو هزینه‌های تولید و بازخرید سهام میشن. این روش‌ها قدرت زیادی در ایجاد احساس عدم امنیت دارند. افراد به مرور زمان متوجه میشن که ممکنه روزی خودشون هم قربانی سیاست‌های مدیران و رهبران سازمان شن و این یعنی هرگز در امان نیستن. این موضوع باعث تغییر رفتار در اعضای یک سازمان میشه. مثلا بعضیا یاد میگیرن که باید اشتباهات خودشونو پنهان کنن، رشوه بدن یا بگیرن، کارهای خودشونو در نهایت سکوت انجام بدن و نزد مدیران خودشون چاپلوسی کنن. البته این تفکر محدود تنها در کسب و کارها رخ نمیده.
وقتی این تفکرات در بخش‌های مختلف زندگی ایجاد شه، به مرور شاهد تغییر سیاست‌های عمومی توسط بزرگان اقتصادی و رهبران سیاسی خواهیم بود و این موضوع روی اقتصاد تأثیر منفی میذاره. نمونه اون رکودهای بزرگیه که در طول تاریخ رخ دادن. اگه باور داریم که اعتماد، همکاری و نوآوری از مسائل مهم برای دورنمای بلند مدت یک سازمان هستن، فقط یک گزینه پیش روی خودمون داریم. و اون اینه که باید یاد بگیریم که چطور میتونیم با یه طرز فکر نامحدود بازی کنیم. رهبری با یک طرز فکر نامحدود. هنگام تصمیم گیری در مورد رویکرد رهبری خودمون 3 عامل مهم وجود داره که باید همیشه به اونا اهمیت بدیم. 1. ما نمیتونیم تصمیم بگیریم که یه بازی محدود باشه یا نامحدود. اختیاری در این موضوع نداریم. 2. ما تنها میتونیم در مورد حضور یا عدم حضور خودمون تو بازی تصمیم بگیریم. و 3. حق انتخاب داریم که تو بازی از تفکر محدود یا نامحدود پیروی کنیم. هر رهبری که میخواد طرز فکر نامحدود داشته باشه باید از 5 اصل مهم پیروی کنه. 1. یک هدف آرمانی داشته باشه. 2. تیم‌هایی تشکیل بده که اساس اون بر پایه اعتماده. 3. تنها به رقبای ارزشمند اهمیت بده و در مورد اونا به تحقیق و مطالعه بپردازه. 4. باید انعطاف پذیر باشه. و 5. برای رهبری کردن باید شجاعت خودشو به نمایش بگذاره. این که بتونید یه تفکر نامحدود و حفظ کنید دشواره. باید همواره حواستون جمع باشه که از مسیر اصلی منحرف نشید، چرا که احتمال خطا تو هر بازی چه محدود و چه نامحدود وجود داره. توی هر بازی فشارهایی چون ترس، طمع، جاه طلبی، رقابت‌های داخلی و خودخواهی وجود داره. اگه بخوایم این فشارها رو نام ببریم هرگز به پایان نمیرسن. اینو هم در نظر داشته باشید که بازی‌های محدود اغوا کننده. وقتی که قمار میکنید و پیروز میشید دوست دارید باز همین کار رو انجام بدید. بنابراین باید خیلی قوی باشید تا بتونید در مقابل وسوسه‌های مختلف مقاومت کنید. گذشته از رویکرد و طرز فکری که انتخاب میکنیم باید بتونیم در مورد انتخاب خودمون هم صادق باشیم. نباید دیگران رو فریب بدیم. کسایی که با ما کار میکنن یا همکارانی که داریم باید از رویکرد ما باخبر باشن تا بتونن تصمیمات هوشمندانه‌ای بگیرن. وقتی که طرز تفکر نامحدود رو دنبال میکنیم سفری طولانی خواهیم داشت که باعث میشه هر روز صبح با انگیزه زیادی از خواب بیدار شیم، در محیط کاری احساس امنیت کنیم و هنگامی که به گذشته نگاه میکنیم از تجربه هایی که به دست آوردیم لذت ببریم. فصل دوم. هدف آرمانی. مادری بچه 3 ساله خودشو از دست داد. جسدشو تکه تکه کرد و تو شیشه‌ای قرار داد. هر روز یه تکه از بدن اونو به فرزند دومش میداد تا اونو سیر کنه. وقایع تلخی در لنینگراد رخ داد. این شهر 900 روز توسط نازی‌ها در حد فاصل سالهای 1941 تا 1944 تحت محاصره شدید بود. مردم به شدت گرسنه بودند و هر چیزی حتی هم نوع خودشونو می‌خوردن تا زنده بمونن. در طول محاصره بیش از 1 میلیون شهروند از جمله 4000 کودک جون خودشونو از دست دادن و بیشتر مرگ و میرها به خاطر گرسنگی بود. این در حالی بود که ذخایر صدها هزار بذر، غلات، سیب زمینی، برنج و آجیل در دل این شهر پنهان شده بود و کسی از اون خبر نداشت.
حدود 25 سال قبل از محاصره این شهر فردی به نام نیکولای واویلوف که قحطی‌های زیادی رو به چشم دیده بود تصمیم گرفت کلکسیونی از انواع بذرها جمع آوری کنه. اون به نقاط مختلف دنیا سفر کرد تا بتونه بذرهای متنوعی پیدا کنه. همچنین مطالعات خودشو در زمینه علم ژنتیک بیشتر کرد تا بتونه به توسعه نژادهای جدیدی از محصولات بپردازه که در مقابل آفتهای مختلف مقاومت داشته باشن و سریعتر رشد کنن. اون در دانشگاه کار میکرد اما شغل خودشو رها کرد و به دپارتمان گیاهشناسی در لنینگراد پیوست. بعد از اینکه در این دپارتمان حاضر شد اینو نوشت: میخواهم همه نوع از بذرهای دنیا را جمع آوری کنم تا سودمندی آن نصیب مردم شود. البته نتیجه کار معلوم نیست اما میخواهم به تلاش خود ادامه دهم. اون از یک طرز فکر نامحدود برخوردار بود. اما این مرد بزرگ هم اسیر سیاستهای استالین شد. در طول سالها حکومت استالین در روسیه گفته شده اون 20 میلیون از مردم سرزمین خودش رو به قتل رسوند. واویلوف به اتهام جاسوسی روانه زندان شد. 400 بار اونو تحت شکنجه و بازجویی قرار دادن که اعتراف کنه علیه استالین، اما اون هرگز این اتهامات رو نپذیرفت. به خاطر شرایط بد تغذیه در سن 55 سالگی در زندان از دنیا رفت. اون همه عمر خودشو تلاش کرد تا گرسنگی رو از بین ببره، اما خودش قربانی گرسنگی شد. وقتی که شهر در محاصره بود، کلکسیون بذرهای اون در میدان سنت ایزاک پنهان شده بود. این بذرها هم تحت خطر گلوله بارانها بود و هم امکان داشت که توسط موشها از بین برن. مردم قحطی زده همه گربه‌ها و سگ‌های شهر رو خورده بودند و به همین دلیل موشها در همه جای شهر دیده می‌شدند و خطر زیادی برای بذرها داشتند. هیتلر میدونست که چون این کلکسیونی وجود داره اما نمیدونست که کجا پنهان شده. هیتلر خیلی به سلامتی خودش اهمیت میداد و دوست داشت که این بذرها رو به دست بیاره. به همین دلیل گروهی رو مسئول این کرد که بذرها رو پیدا کنن. البته تیم واویلوف مصمم بودن که کار خودشونو ادامه بدن. مثلا هر چند وقت یک بار جای بعضی از مواد پنهان شده رو تغییر میدادن. بارها سیب زمینی ها رو به مکان جدیدی بردن. این افراد به چشماندازی که واویلوف گفته بود باور داشتند و حاضر بودند برای محافظت از بذرها و غلات هر کاری انجام بدن. اونا خودشون گرسنه بودن اما از خوردن اون حجم از بذرها و مواد غذایی خودداری می‌کردن. طوری که 9 نفر از این دانشمندان به خاطر گرسنگی جون خودشونو از دست دادن. دانشمندان هدف آرمانی داشتن تا بتونن برای کل بشریت خدمتی انجام داده باشن. شاید این بذرها میتونست مردم رو سیر کنه اما این هدف کوتاه مدت بود و دوباره همه چیز تموم میشد و مردم گرسنه میموندن. هدف این دانشمندا برای آیندگان بود و میخواستن عمر نژاد انسان رو طولانی تر کنن. یک هدف آرمانی چیست؟ زمانی که توی بازی محدود شرکت میکنیم همه تلاش خودمونو به کار میگیریم که پیروز نهایی شیم. از باخت توی بازی‌های محدود میترسیم و اصلاً دوست نداریم که این اتفاق برامون رخ بده. انگیزه ما از شرکت تو بازی نامحدود با بازی محدود متفاوته. توی بازی نامحدود پیروزی هدف نیست بلکه میخوایم توی بازی بمونیم. میخوایم هدفی بزرگ داشته باشیم و سازمان رو هم با این هدف بزرگ به پیشرفت برسونیم. به همین دلیل هر رهبری که دوست داره در بازی بی‌نهایت شرکت کنه باید برای خودش و دیگران هدفی بزرگ و آرمانی در نظر بگیره. البته نیازی نیست که مثل تیم واویلوف جون خودشونو برای این هدف بدن. فداکاری میتونه در قالب رد کردن یک شغل با درآمد و مزایای بهتر یا ادامه دادن کار در همین سازمانی که هستید باشه. حتی میتونه اضافه کاری یا سفرهای طولانی باشه.
شاید این کار رو دوست نداشته باشیم، اما به خاطر اون هدف آرمانی و ارزشمند میتونیم بپذیریم و سختی‌هاش رو تحمل کنیم. وقتی تو بازی محدود هستیم به پیروزی‌های کوچکی که به دست میاریم دلخوش میکنیم و اونو نشونه‌ای از موفقیت خودمون میدونیم. اما وقتی تو بازی نامحدود باشیم، چون یه هدف آرمانی داریم، همه چیز معنای بهتری پیدا میکنه و احساس رضایت بیشتری داریم و این احساسات برای همیشه ادامه پیدا میکنن و محدود نیستن. وقتی تو سازمانی که هدف آرمانی داره کار میکنیم، شاید بعضی از روزا از کارمون راضی نباشیم، اما همواره عاشق شغلمون خواهیم موند. هدف آرمانی به آینده مربوط میشه و دقیقاً هر لحظه مسیر پیش روی ما رو تغییر میده. البته نیازی نیست که همیشه هدف آرمانی خودمون رو داشته باشیم. میتونیم اهداف آرمانی دیگران رو دنبال کنیم. یعنی میتونیم خودمون یه جنبش طراحی کنیم یا به جنبش دیگران بپیوندیم و اونها رو همراهی کنیم. هدف آرمانی ما رو در مسیر نگه می‌داره، حتی اگه در حال تحمل سختی‌های زیادی باشیم. بازم دوست داریم که تو بازی باقی بمونیم و الهام بخش دیگران باشیم. چشماندازی که واویلوف در نظر داشت این بود که تمام انسان‌ها بتونن همیشه سیر باشن و عمر طولانی داشته باشن. این چشمانداز همچنان هم وجود داره. در حال حاضر 2000 خزانه بذر مختلف در بیش از 100 کشور دنیا ساخته شده. همگی اونا در حال دنبال کردن چشمانداز واویلوف هستند. در نروژ خزانه بذر اسوالبارد در محیطی با کنترل دمای دقیق در قطب شمال نگهداری میشه. در این خزانه 6000 گونه گیاهی مختلف ذخیره شده تا در صورت وقوع حادثه‌ای عظیم بشر بتونه منابع غذایی لازم برای زنده موندن رو داشته باشه. اما یه هدف آرمانی ویژگی‌هایی باید داشته باشه که باید به اون توجه کنید. این ویژگی‌ها از این قرارن: 1. برای یک هدف ویژه طراحی شده باشه. 2. پذیرا باشه و کمک افرادی که میخوان سهمی در این اهداف داشته باشند رو قبول کنه. 3. باید خدمت محور باشه و به منافع دیگران کمک کنه. 4. باید منعطف باشه و در مقابل تغییرات سیاسی، فرهنگی و فناوری دوام بیاره. 5. آرمانگرایانه، بزرگ و جسور باشه. و 6. باید برای یک مقصود خاص طراحی شه. زمانی که هدف خود را تعیین کردید، آن را یادداشت کنید. اگه واژه‌های مناسب برای توصیف هدف آرمانی خودتون پیدا نکنید و اونو ننویسید، به مرور زمان کم رنگ میشه و از بین میره. اگه یه سازمان هدفی آرمانی برای خودش نداشته باشه، مثل یه کشتی بدون قطب نما مسیر خودشو گم خواهد کرد. فقط یک هدف آرمانیه که باعث میشه افراد درون یک سازمان از توجه به افقهای پیشین دست بردارن و نظرشون به سمت دورنمای مقابل جلب شه. اگه هدف آرمانی در بین نباشه، شاهد این خواهیم بود که طرز فکرهای محدود به قلب سازمان نفوذ میکنن و کنترل همه چیز رو به دست میگیرن. وقتی هدف آرمانی نوشته شه، میتونه نسل به نسل منتقل شه. نوشتن باعث حفظ بقای اون میشه تا علاوه بر بنیانگذاران، نسل‌های بعد هم بتونن از راهنمایی‌ها و الهام بخشی‌های اهداف آرمانی بهره مند شن. هدفی که نوشته شده باشه مثل یک قطب نما عمل میکنه. هر زمان که رهبر وجود نداره، جانشیناش میتونن با در دست گرفتن قطب نما افقهای دور رو ببینن و به سمت جلو به پیش برن. فصل 3. هدف غیر هدف. خیلی خوبه که شرکت‌ها میدونن باید هدفمند باشن، اما اهدافی که اونا طراحی میکنن فقط شبیه به اهداف آرمانیه. اگه سازمانی نمیتونه اهدافی آرمانی داشته باشه، چند دلیل داره. 1.
رخ دادن یه حادثه باعث میشه که یه رهبر نتونه هدف درستی انتخاب کنه و اونو با واژگان درستی بنویسه. 2. رهبران میخوان سازمانی هدف محور داشته باشن اما برای سازمان خودشون هیچ چشماندازی تعیین نمیکنن. و 3. گاهی اوقات هم سازمان‌ها برنامه‌های مسئولیت پذیری اجتماعی خودشونو با اهداف آرمانی اشتباه میگیرن. به هر حال شاید سازمان‌ها بتونن برای خودشون تعدادی اهداف سطحی مشخص کنن و این اهداف برای کوتاه مدت جواب بده، اما نمیتونن رشد و بقای سازمان رو تضمین کنن. به 2 دلیل مهم باید اهداف نادرست و به ظاهر آرمانگرا رو شناسایی کرد. 1. اهداف نادرست نمیتونن سازمان رو برای حضور در یک بازی بی‌نهایت آماده کنن. و 2. باید از آرمانی بودن یا نبودن اهدافمون آگاه باشیم تا بتونیم در صورت نیاز به عقب بریم و هر جایی که لازمه تجدید نظرهایی رو اعمال کنیم. البته یادتون باشه اگه سازمانی هدفی آرمانی برای خودش نداره به معنی بد بودن سازمان نیست. بلکه باید نسبت به سایرین 2 برابر تلاش کنه تا بتونه اهدافی آرمانی تدوین کنه. وقتی بتونید اهداف نادرست رو تشخیص بدید، میتونه موجب کاهش دردسرهای شما شه. همچنین اگه شما مطمئنید سازمانی که در اون کار میکنید اهداف آرمانی نداره و قصد هم نداره که داشته باشه، میتونید اونو رها کرده و به سازمان دیگه‌ای بپیوندید. ادعای بلند پروازانه هدف آرمانی نیست. جان اف کندی چیزی ارائه کرد که به اون باور داشت. اون گفت: ما میخوایم به ماه بریم. میخوایم که در همین دهه پا روی ماه بذاریم. نه به این خاطر که کار ساده ایه، به این خاطر که دشواری هایی داره و میتونه توان و تحمل ما رو بسنجه. بعد از 8 سال که از اون داستان گذشت و کندی مردم رو به این چالش دعوت کرد، نیل آرمسترانگ یک گام کوچک برای انسان و نوع بشر برداشت و به عنوان نخستین انسان پا به ماه گذاشت. اصولاً رهبران از ادعاهای بلند پروازانه استفاده می‌کنند تا بتونن الهام بخش دیگران برای دستیابی به دستاوردهای بزرگ و غیر ممکن باشند. این ادعاها استانداردهای یک هدف آرمانی رو برآورده می‌کنن، به همین دلیل معمولاً همه اونو هدف آرمانی می‌دونن. ادعای کندی مبنی بر سفر به ماه یک هدف یا یک مقصود مثبت و خاص، پذیرا، خدمت محور و همچنین ارزشمند بود. ادعای اونقدر قوی بود که دیگران بخوان فداکاری کنن. اما نمیشه ادعاش رو نامحدود دونست. هر چقدر که این چالش دشوار باشه، بازم یه موضوع محدود و قابل دستیابیه. بسیاری بر این باورن که ادعای کندی یه هدف بزرگ و دشوار بود و همین باعث میشه که بسیاری اونو با هدف آرمانی اشتباه بگیرن. در واقع یک هدف آرمانی باید به این پرسش پاسخ بده که این ادعای بلند پروازانه قراره به پیشبرد کدوم چشمانداز نامحدود و ماندگار کمک کنه. یک هدف آرمانی باید بتونه چارچوبی برای اهداف بزرگ و کوچیک باشه تا افراد بتونن با کمک اون تصمیمات درستی بگیرن. ادعاهای بلند پروازانه میتونن الهام بخش مردم باشن، اما این الهام بخشی تنها برای مدت کوتاهی اثر بخش خواهد بود. چرا که بالاخره این بازی محدود به پایان میرسه. ادعاهای جسورانه تنها الهام بخش اهداف محدودی هستند که در یک چارچوب نامحدود قرار گرفتن. بنابراین نباید اونا رو به عنوان یک بازی نامحدود ببینی. بهترین بودن یک هدف آرمانی است. بیانیه‌های کلی اصلاً نمیتونن چشمانداز درستی برای سازمان ایجاد کنن.
اگه سازمانی بیانیه‌ای بیرون بده که در اون تأکید بر بهتر بودن داشته باشه، تنها باعث میشه که اعتبارشون به عنوان یک کمپانی به خطر بیفته. در این بیانیه‌های مشابه که هدف برترین بودنه، اصلاً به مشتری اهمیتی داده نمیشه و این نشون میده که سازمان به شکلی خودمحور عمل میکنه و فقط به دنبال کسب سوده و کیفیت و نظر خریداران براش اهمیتی نداره. بیشتر رهبرایی که طرز فکرشون محدوده، تفاوت بین ساخت یک محصول موفق و خلق یک کمپانی قدرتمند رو نمیدونن. داشتن یک بازیکن خوب، یک محصول محبوب یا یک اپلیکیشن معروف به این معنی نیست که آمادگی لازم برای حضور در یک بازی نامحدود رو داریم. اگه بیانیه یک سازمان فقط به محصولات اهمیت بده، این موضوع تأثیراتی منفی روی فرهنگ کمپانی میگذاره. توی این شرکت‌ها رهبرا تنها به مهندسای خودشون که روی طراحی محصول کار میکنن اهمیت میدن. اوضاع سازمان زمانی بهتر خواهد شد که همه نیروهاش از جمله حسابدارها، پشتیبانها و نیروهای خدمات احساس کنن که کارشون مفیده و دیده میشن. پس صرفاً بهترین بودن نمیتونه به عنوان یک هدف آرمانی شناخته شه. چون حتی اگه بهترین هم باشیم، اون وقت موفقیت هامون موقتی خواهند بود و برای اینکه موفقیت هامون رو حفظ کنیم در لاک خودمون فرو میریم. بهترین بودن میتونه سخنرانی شما رو جذاب کنه، اما سازمانتون رو ضعیف خواهد کرد. رهبرایی که طرز تفکر نامحدودی دارن میدونن که بهترین بودن نمیتونه برای اونا سودی داشته باشه. به همین دلیل به دنبال بهترین شدن هستن. اونا با این کار به افراد خودشون و دیگران این احساس رو منتقل میکنن که باید همیشه از استعداد و انرژی خودشون برای پیشرفت سازمان استفاده کنن. رشد یک هدف آرمانی نیست. اگه کمپانی خودتون رو یک کمپانی رشد محور بدونید، این موضوع نمیتونه مقصد مد نظر شما رو به خوبی توصیف کنه. رشد نمیتونه یک هدف باشه. بسیاری از اهدافی که توسط شرکت‌ها مطرح میشن معمولاً مطابق میل رهبران اون سازمان طراحی شدن و این اهداف میتونن بسیار جاه طلبانه باشن. مثلا استارتاپ هایی که رسیدن به ارزش 1 میلیارد دلار رو به عنوان هدف خودشون تعیین میکنن، بسیار جاه طلبانه فکر میکنن. داشتن گردش مالی بالا در یک شرکت الزاماً به معنای سالم بودن شرکت نیست و نمیتونه ماندگاری اون رو تضمین کنه. اگه رشد رو به عنوان هدف خودتون قرار بدید، رشدی که فقط با هدف بزرگتر کردن شرکت صورت میگیره، مثل اینه که غذا بخورید تا صرفاً چاق شید. توی این شرایط مدیران به دنبال استراتژی‌هایی میرن که رشد خودشون رو در معرض نمایش قرار بدن. انتخاب رشد به عنوان یک هدف باعث ایجاد فرهنگ ناسالم تو شرکت میشه. توی این فرهنگ کوتاه‌نظری و خودخواهی به شدت حکم فرماست و هیچ نشونه‌ای از اعتماد و همکاری تو شرکت مشاهده نمیشه. رشد باید به عنوان یک نتیجه در نظر گرفته شه، نه یک هدف. زمانی که یه هدف آرمانی داریم، حاضریم از علایق و منافع خودمون بگذریم تا اونو پیش ببریم. اما زمانی که پول یا رشد رو به عنوان یک هدف در نظر بگیریم، هدف یا دیگران رو قربانی می‌کنیم تا منافعمون حفظ شن. اینو هم به یاد داشته باشید که هیچ چیزی نمیتونه تا ابد به رشد خودش ادامه بده. تمام بالون‌ها بالاخره روزی منفجر میشن. این موضوع شامل حباب‌های مالی هم خواهد شد. مسئولیت اجتماعی شرکت یک هدف آرمانی نیست. مسئولیت اجتماعی یک هدف آرمانی نیست. اگه شرکتی از یک همایش پیاده روی حمایت مالی میکنه، کمک به خیریه رو در برنامه‌های خودش قرار میده یا با ارائه مرخصی با حقوق به کارمندان موافقت میکنه، دلیل نمیشه که اونو یک شرکت هدف محور بدونیم.
برنامه مسئولیت اجتماعی یک شرکت باید بخش مهمی از یک استراتژی بزرگ باشه تا به تحقق هدف آرمانی کمک کنه. رویکرد یک شرکت در زمینه کسب درآمد و نحوه هزینه کردن اون برای سایر امور میتونه به پیشبرد اهداف آرمانی سازمان کمک کنه. اما انجام کارهای مرتبط با هدف چیزی نیست که در زمره اقدامات فرعی سازمان قرار بگیره. اگه شرکت‌ها فقط به این کارهای فرعی توجه کنن، اون وقت زمینه‌های ضعیف شدن سایر بخش‌های سازمان رو فراهم خواهند کرد. فصل 4. نگهبان هدف. سم والتون در سال 1962 با یک ایده ساده والمارت رو تأسیس کرد. هدفش این بود که طبقه متوسط امریکایی بتونه در هر زمان و مکانی به راحتی خرید کنه. این ایده باعث شد که مردم عاشق والمارت شن. کسب و کار والتون در دوران رکود بزرگ به خوبی رشد کرد و اونو تبدیل به یکی از ثروتمندترین مردان امریکا کرد. البته در جایی از مسیر هدف آرمانی اونا با مشکل و ابهام روبرو شد. در سال 2009 مایک دوک به عنوان مدیرعامل والمارت انتخاب شد. با حضور اون چشمانداز والتون که کمک به همه مردم بود زیر سوال رفت و به عنوان واژه‌های پوچ و توخالی در نظر گرفته شد. شرکت به شدت درگیر سوددهی، رشد بالا و سلطه در بازار شده بود و هدف اولیه رو به کلی فراموش کرده بود. در واقع اولویت ذهنی دوک رشد سهم بازار و سود شرکت بود و این موارد رو در سخنرانی خودش هم اعلام می کرد و اهمیت دادن به مشتری و کارمندا در انتهای صحبتاش جا می گرفت. در سال 2011 والمارت به این متهم شد که بین کارمنداش تبعیض قائل میشه و حتی باعث شد که این کمپانی بزرگ در دادگاه حاضر شده و جواب پس بده. کارکنان زن هم در این بین مدعی بودند که حقوق کمتری نسبت به دیگران دریافت میکنن. اوضاع در سال 2012 بدتر شد. کارکنان والمارت دست به اعتراضهای عمومی زدند و عنوان کردند که میخوان احترام، رفتار صحیح و حقوقی کافی دریافت کنند. این جریانات باعث شد که عشق مردم نسبت به والمارت کاهش پیدا کنه. این اتفاقات برای بسیاری از کمپانی‌ها رخ میده. زمانی که زمام امور رو به دست رهبرانی با طرز فکر محدود میسپاریم، همه چیز به هم میریزه. مشکلی که مایک دوک داشت عدم مهارتش برای پذیرش مسئولیت مدیرعاملی نبود، بلکه اون فاقد طرز فکر صحیح و نامحدود برای ایفای نقش در این مسئولیت بود. به یک عنوان جدید نیاز داریم. توی کابینه مدیریت هر کدوم از اعضای کابینه مسئولیت‌هایی دارن که در عنوان اونها به خوبی ذکر شده. مدیر ارشد مالی، مدیر ارشد بازاریابی، مدیر ارشد فناوری و غیره. این عناوین کمک می‌کنن تا مطمئن شیم برای یک مسئولیت فرد درستی رو انتخاب کردیم. اما در مورد مدیرعامل و مسئولیت‌های اون شفاف‌سازی‌های لازم صورت نگرفته. این موضوع باعث شده که تعداد زیادی از مدیران عامل به دنبال بازی‌های محدود برن. در بسیاری از مواقع این عنوانه که باعث میشه یک فرد مسئولیت خودش رو به خوبی اجرا نکنه. واژه‌ها بسیار مهمن چرا که اونا هدف و معنای هر چیزی رو به وضوح نشون میدن. اگر از واژه‌های اشتباه برای عناوین استفاده کنید، مقاصد تغییر می‌کنند و کارها اونطور که شما می‌خواید پیش نخواهند رفت. اگر رهبران حاضر در بازی‌های نامحدود به این درک برسن که به عنوان مدیر ارشد چشمانداز سازمان انتخاب شدن، اون وقت آمادگی بیشتری دارن تا مسئولیت‌های خودشونو به خوبی اجرا کنن.
یک مدیرعامل وظیفه داره که هدف آرمانی سازمان رو به همه اعضای اون تفهیم کنه و همه اعضای سازمان رو مجاب کنه که طبق سند چشمانداز سازمان فعالیت کنن. البته نباید اینطور فکر کنید که رهبران با طرز تفکر نامحدود در مورد سازمان نگرانی ندارن. اونا نگهبانان اهداف آرمانی سازمان هستند و باید همیشه نگاهی رو به بالا و بیرون داشته باشند. نزدیکترین گزینه برای تصاحب بالاترین مسئولیت. بسیاری از شرکت‌های امروزه سازماندهی خودشونو به صورت سلسله مراتبی انجام میدن. یعنی مدیرعامل فرد شماره 1 و مدیر ارشد مالی شماره 2 قرار میگیره. در اکثر شرکت‌ها مدیران ارشد مالی به دنبال این هستند که خودشونو به شماره 1 یعنی بالاترین مسئولیت برسونن. اما اگه سازمان شما به دنبال کسب و کار نامحدوده و مدیران اون هم تفکر نامحدودی دارن، باید بدونن که اونا به مدیر ارشد چشمانداز نیاز دارن. این سمت مدیریتی یک مسئولیت مالی یا عملیاتی نیست. مدیران ارشد چشمانداز رو به بالا و بیرون تمرکز دارن و مدیران ارشد مالی تنها باید عملیات‌های داخلی سازمان رو زیر نظر بگیرن. اگه سلسله مراتب سازمان خودتون رو به گونه‌ای تنظیم کنید که ذهنیت صحیح و مطابق با مسئولیت رو ترویج کنه، اون وقت میشه بین مدیر ارشد چشمانداز و مدیر ارشد مالی همکاری خوبی ایجاد کرد. به همین دلیل نباید توی سازمان شماره 1 یا 2 رو ترویج کنیم، بلکه باید هر دوی اونا رو به عنوان شرکای حیاتی یک هدف مشترک در نظر بگیریم. هر کسی در حوزه‌ای که توانمنده باید کار کنه و لازم نیست که در کار همدیگه دخالتی داشته باشن. مشکل بیشتر مدیرا اینه که وقتی به بالاترین درجه کاری خودشون میرسن، دست از یادگیری مهارت‌ها بر می‌دارن. در حالی که نباید اینطور باشه. باید همونطور که رشد می‌کنید، اولویت‌های خودتون رو هم ارتقا بدید. به خاطر دردسرهایی که دوک برای والمارت ایجاد کرد، داگ مکمیلون جایگزین دوک شد. اون نشون داد که دقیقاً همون مدیر ارشد چشماندازیه که والمارت به اون نیاز داره. اون چشمانداز سم والتون رو اولویت خودش قرار داد و به همه ثابت کرد که میتونه در این بازی نامحدود موفق عمل کنه و اینطور هم شد. اون همواره افزایش مهارت‌های خودش رو حتی در زمان مدیریتی در اولویت قرار داد و همین عامل باعث شد تا والمارت دوباره رضایت مردم رو به دست بیاره. فصل 5. مسئولیت کسب و کار. بازبینی شده. امروزه همه کسب و کارها در حال تغییر و تحولن و این موضوع هزینه‌های زیادی به همراه داره. امروزه شرکت‌ها خیلی زود از بازی خارج میشن و عمر متوسط اونا به کمتر از 20 سال رسیده. طبق بررسی‌هایی که صورت گرفته، تکنولوژی باعث شده که عمر شرکت‌ها به شدت کاهش پیدا کنه. البته پیدایش فناوری نمیتونه دلیل شکست شرکت‌ها باشه، بلکه ناتوانی مدیران و رهبران باعث ایجاد این اختلال شده. رهبرانی که با طرز فکر محدود بازی میکنن کوتاه‌بین هستن و نمیتونن آینده کسب و کارشون رو پیش بینی کنن. متاسفانه وقتی به این فکر کنید که هدف از تأسیس یک شرکت تنها کسب درآمد باشه، خیلی راحت از بازی کنار زده خواهید شد. نظام سرمایه‌داری پیش از فریدمن. فریدمن دیدگاهی تک‌بعدی به کسب و کار داره و میگه که تنها هدف کسب و کار به دست آوردن درآمده. درآمدی که به سهامداران تعلق داره. در ذهن انسان‌های عصر حاضر این ایده تثبیت شده و به همین دلیل هم خیلی زود شرکت‌های خودشون رو از دست میدن. اما بهتر نظریه شخص دیگه‌ای رو هم در این رابطه بررسی کنیم.
آدام اسمیت در کتاب ثروت و ملل میگه مصرف تنها هدف و انتهای همه تولیدات و منافع تولید کننده است که باید حتماً به آن توجه شود. در واقع اون معتقد بود که منافع شرکت باید در درجه دوم اهمیت و بعد از منافع مشتری در نظر گرفته شن. به طور کلی اسمیت پذیرفته بود که انسانها به شکلی طبیعی در راستای پیشبرد منافعشون باید قدم بردارند. البته اسمیت در اون زمان از قدرت سرمایه گذارانی که در حال فشار آوردن به سایر اقشار هستند بیخبر بود و پیشبینی نکرده بود که یک مدیر یا رهبر به زیر دستاش فشار میاره تا با ارزونترین مواد اولیه هزینه ها رو کاهش بده. این روزا همه مدیران به دنبال برتری یافتن در بازی کسب و کارن. برای اینکه بتونن به پیشبینی‌های مالی خودشون برسن، دست به اخراج‌های دست جمعی میزنن. این موضوع در گذشته وجود نداشت. افراد برای یک عمر تو شرکت کار میکردن و بعد از اینکه دیگه دوران کار کردنشون تموم شد، 1 ساعت طلا هدیه میگرفتن. اما این روزا همیشه باید منتظر باشیم که آیا نفر بعدی که اخراج میشه ما هستیم یا نه. سوء استفاده از نظام سرمایه‌داری. اونچه که نظام سرمایه‌داری فعلی ایجاد کرده نتیجه طرز فکر محدود رایجه. نظام سرمایه‌داری امروز هیچ شباهتی با نظام سرمایه‌داری گذشته نداره. چیزی که امروز بسیاری از رهبران کسب و کار بیشتر به اون گرایش دارن، سوء استفاده از نظام سرمایه‌داریه. سرمایه‌داری در اصل باید به نفع مصرف کننده باشه و رهبران شرکت‌ها هم باید مسئول چیزی بزرگتر از خودشون باشن. اما امروزه کمتر کسی به این موارد اهمیتی میده و فقط کسب سود بیشتر و برنده شدن در بازی محدود برای همه به یک اولویت تبدیل شده. شرکت‌ها باید در مورد ماهیت وجودی خودشون تجدید نظر کنن. اونا ایجاد میشن تا فناوری، کیفیت زندگی یا هر چیز دیگه‌ای که به بهبود زندگی کمک میکنه رو ایجاد کنن، نه اینکه اونو بدتر کنن. سوء استفاده از نظام سرمایه‌داری باعث شده که نظام اقتصادی از اواخر دهه 1970 به یک نظام معیوب و ضعیف تبدیل شه. متاسفانه بیشتر شرکت‌ها دیدگاه فریدمن رو پذیرفتن. اونا به جای حفظ سلامتی شرکت در بلند مدت شروع به برقراری ارتباط بین حقوق خودشون و عملکرد قیمت سهام در کوتاه مدت کردن. شاید این موضوع بتونه برای مدت کوتاهی پاداش هنگفتی برای مدیرا به همراه داشته باشه، اما اصلاً پایدار نیست. به همین دلیل امروز شاهد حقوق‌های نجومی مدیران در مقابل کارگران هستیم. در سال 1978 یک مدیرعامل 30 برابر یک کارگر حقوق می گرفته و این رقم در سال 2016 تقریباً 800% افزایش پیدا کرده. یعنی حقوق یک مدیرعامل به طور متوسط 271 برابر بیشتر از حقوق یک کارگره. وقتی مدیران عامل حقوقشون 950% افزایش پیدا کرد، حقوق کارگر فقط 11% اضافه شد. همه این موارد نشون دهنده سوء استفاده شدید از نظام سرمایه‌داریه. انجام این کار غیر اخلاقیه، اما متاسفانه وقتی همه در حال انجام اون هستن دیگه غیر اخلاقی به حساب نمیاد. آیا غیر اخلاقی نیست که گروهی رو اخراج کنیم تا به اهداف مالی خودمون برسیم؟ بر اساس نظریه فریدمن انجام چنین کارهایی وظیفه مدیرعامله تا بتونه بیشترین سود رو به دست بیاره و نباید نگران بلایی که سر دیگران میاد باشه. فشار برای بازی با یک طرز فکر محدود. مدیران شرکت‌های سهامی عام همگی می‌دونن که فشارهای وال استریت و تقدم سهامداران برای کسب و کارشون مضره.
البته شاید اونا به طور مخفیانه دائم گله‌مند باشن، اما از این قاعده کلی حمایت میکنن. این طرز فکر احمقانه باعث شده که همه در یک شرکت احساس عدم امنیت کنن. مدیران به گونه‌ای رفتار میکنن که انگار فقط منافع خودشون اهمیت داره و حاضرن برای عدم قطع شدن سودشون هر کاری انجام بدن. وال استریت شرکت‌ها رو مجبور به انجام کارهایی میکنه که نباید به سمت اونا برن و از انجام کارهایی که باید اونا رو انجام بدن منع میکنه. بسیاری از کارآفرینا برای اینکه نشون بدن در بازی رقابت از قافله عقب نمیمونن، به سمت شرکت‌های خصوصی رو میارن. اما این میتونه خطرناک باشه. اگه شرکت نتونه به تعهدات خودش عمل کنه، خیلی راحت با بدهی‌های زیاد از بازی کنار زده میشه. 3 تا 5 سال طول میکشه تا یک شرکت به درآمد ثابت برسه و سرمایه اولیش برگرده. و همین دلیله که عمر شرکت‌ها خیلی کوتاه شده. رهبرانی که طرز فکر محدودی دارن از اینکه منافع کوتاه مدت خودشونو قربانی کنن میترسن. این طرز فکر فشار زیادی به کارکنان وارد میکنه تا روی سودهای کوتاه مدت تمرکز کنن. نتیجه هم تولید محصولات با کیفیت پایینه که نصیب خریدار میشه. توی یه شرکت کارمندا و سرمایه‌گذارا مکمل همن. کارمندا با صرف انرژی و زمان خودشون به شرکت کمک میکنن و سرمایه‌گذارا با تزریق پول این کار رو انجام میدن. بنابراین در این بازی هر دو طرف باید به اندازه تلاش‌هایی که میکنن پاداش بگیرن. اگه هدف اصلی همه شرکت‌ها پول باشه، پس نیازی نیست که اونا وانمود کنن دنبال هدف خاصی هستن. باید حرف و عمل یک کسب و کار یکی باشه. نمیشه که یه شرکت کار خودشو در خدمت هدف بزرگی بدونه اما فقط پول براش مهم باشه. باید بدونید که فقط شرکت‌هایی در بازی بی‌نهایت ارزشمندن که بتونن همه توان خودشونو به کار بگیرن تا کارمندا، کارکنا و مشتریا از محصول نهایی راضی باشن. این یعنی شرکت باید با یک دید نامحدود سند چشمانداز ارزشمندی رو تدوین کنه و مراقب اجرای درست اون در جای جای شرکت باشه. طبل‌های تغییر در حال نواختن هستند. هر کسی با بازارهای عمومی یا برای اون کار میکنه میدونه که وقتی سیستم بیش از حد نامتوازن شه، همیشه راهی پیدا میشه که بتونه خودش رو اصلاح کنه. البته این اصلاح همیشه ناگهانی و خشن خواهد بود. باید بدونیم که سیستم سرمایه‌داری فعلی بسیار نامتوازنه. به همین دلیل به کسایی که در این سیستم حضور دارن توصیه می‌کنیم که خودشون اصلاحات لازم رو پیاده کنن. در غیر این صورت اصلاح با زور انجام میشه. اگه تغییرات از درون رخ نده، همه چیز از بیرون به هم خواهد ریخت. بسیاری از انقلاب‌های پوپولیستی به خاطر عدم تغییر از درون رخ دادن. یادتون باشه که انقلاب‌ها همیشه خطرناکن و در کنار یک انقلاب جریان ضد انقلابی هم وجود داره. فرقی نمی‌کنه که کجای این دنیا باشید. یادتون باشه که همیشه تولید ثروت و قدرت روی دوش مردم عادیه. امروز کارمندا بیشترین هزینه رو برای پولی که شرکت‌ها به دست میارن پرداخت میکنن. اما برای همین کارمندا هیچ تضمینی وجود نداره که بتونن همیشه سر کارشون باقی بمونن. توی این سیستم فعلی فقط 1% جمعیت بیشترین سود رو میبرن. در سپتامبر 2011 گروهی از معترضین دور هم جمع شدن و پلاکاردهایی با خودشون به همراه داشتن که روی اون نوشته شده بود: ما همون 99% هستیم. این اعتراض بدون رهبر و بدون تمرکز درست خیلی سریع خاموش شد. اما این حرکت‌ها همچنان ادامه داره. من به همه کسب و کارها و رهبران اقتصادی دنیا توصیه می‌کنم که مراقب باشن، چرا که پرچم‌های پوپولیستی در گوشه و کنار دنیا در حال برافراشته شدن هستند.
شاید بعضیا امروز غرق در پول باشن، اما به خاطر سوء استفاده های نظام سرمایه‌داری از همه چیز به زودی پولاشون از بین خواهند رفت. در هر زمینه‌ای، چه اقتصادی باشه چه سیاسی، باید بدونید که عدم تعادل هرگز دوام نخواهد آورد. بنابراین همه کسب و کارها باید بتونن ارزش‌هایی رو به طرز تفکر نامحدود خودشون اضافه کنن. این ارزش‌ها از این قرارن: یک هدف دقیق و مشخص ارائه بدن. باید به افرادی که براشون کار میکنن بگن که زندگیشون بسیار ارزشمنده. 2. هر شرکتی باید بتونه از افرادی که براش کار میکنن، مردمی که محصولات و خدمات اونو میخرن و محیطی که در اون کار و زندگی میکنه محافظت کنه. و 3. شرکت باید بتونه به اندازه کافی سودآوری ایجاد کنه و همه از این سود سهمی داشته باشن. فصل 6: اراده و منابع. هتل 4 فصل لاس وگاس بسیار عالیه. البته عالی بودن اون به این دلیل نیست که تخت‌هاش مجلله، بلکه به خاطر افرادیه که در اونجا کار میکنن. وقتی توی راهروی این هتل قدم میزنید، کارمندا به شما سلام میکنن. این سلام کردنها از روی اجبار و وظیفه نیست، بلکه خودشون میخوان اینقدر مهربون و گرم باشن. ما انسان‌ها به راحتی میتونیم تفاوت بین اجبار و تمایل رو از هم تشخیص بدیم. فردی به نام نوح تو کافه این هتل کار میکنه. اونقدر گرم و صمیمی بود که به خودم اجازه دادم ازش یه سوال بپرسم. پرسیدم: آیا کارتو دوست داری؟ بدون معطلی جواب داد: من عاشق کارم هستم. اینکه کارتون رو دوست داشته باشید با اینکه عاشق اون باشید متفاوته. وقتی عاشق کارتون هستید یعنی احساس عمیقی نسبت به اون دارید. از نوح پرسیدم: چرا همچین احساسی داری و اصلا تو این هتل چه اتفاقاتی رخ میده که این احساسو پیدا کردی؟ گفت: همه مدیرای هتل هر روز به هم سر میزنن، احوالمو میپرسن و میگن که اگه چیزی نیاز دارم بهشون بگم. نوح تو هتل دیگه‌ای هم کار میکرد. اما مدیرای اون هتل اهمیتی بهش نمیدادن و فقط برای سرکشی و مچ گرفتن بهش سر میزدن. نوح گفت: توی هتل دیگه به زور کار میکنم و فقط برای حقوق اونه که هر روز مجبور میشم تا این رفتارها رو تحمل کنم. اما اینجا که هستم احساس خوبی دارم. توی بیشتر موارد اگه کارمند عملکرد پایینی از خودش نشون بده، سیستم اونو تقصیر کارمند بیندازه. تنها سبک رهبری که باعث میشه یه نفر هم خوب کار کنه و هم از کاری که میکنه لذت ببره. توی هتل 4 فصل اولویت اراده کارمندا بسیار بیشتر از منابعیه که میتونن تولید کنن. در نتیجه افرادی که تو این هتل کار میکنن نهایت تلاش خودشونو به کار میگیرن تا بهترین عملکرد رو از خودشون نشون بدن. مهمونا هم این مسئله رو به خوبی درک میکنن. اراده قبل از منابع. تو هر بازی 2 جریان باید همیشه وجود داشته باشن. یکی منابع و دیگری اراده. منابع رو میشه به راحتی اندازه گیری کرد، چرا که وقتی در مورد منابع حرف میزنیم منظورمون پوله. اما اراده ناملموسه و نمیشه اونو به راحتی اندازه گیری کرد. زمانی که در مورد اراده حرف میزنیم بیشتر منظورمون احساسیه که یک کارمند در محیط کاریش داره. اراده شامل روحیه، انگیزه، الهام، تعهد، میل به مشارکت، تلاش اختیاری و غیره است. کیفیت ی اراده به کیفیت رهبری و منابع درونی بستگی داره. منابع و اراده نمیتونن به صورت مساوی در اولویت قرار بگیرن و رهبر ناچار یکی از اونا رو قربانی دیگری کنه.
هر رهبر در سازمان‌های مختلف گرایش‌های خاص خودشو داره. رهبرایی که طرز فکر محدودی دارن به دنبال نتیجه نهایی هستن. به همین خاطر رویکردهایی رو انتخاب میکنن که در کوتاه مدت نتیجه بخش باشن. اونا اهمیتی نمیدن که این رویکردها میتونن برای کارمندا هزینه به همراه داشته باشن. رهبرایی که طرز فکر نامحدودی دارن کارمندا رو بالاتر از سود قرار میدن. از این رو اگه بخوان هزینه ها رو کاهش بدن به دنبال اخراج کارمندان نیستن، بلکه از روش‌های دیگه‌ای استفاده میکنن. هزینه اراده. بسیاری از مدیرانی که طرز فکرشون محدوده فقط روی پول تمرکز میکنن. اونا بر این باورن که اگه روی کارمندای خودشون سرمایه گذاری نکنن عملاً صرفه جویی کردن. مدیرا هزینه هایی که این روی کرد داره رو نادیده میگیرن. استخدام کارمندای جدید برای پر کردن صندلی‌های خالی و از دست دادن کارمندای با تجربه و آموزش به کارمندای جدید هزینه‌هایی با خودش به همراه داره. سازمان‌ها با طرز فکرهای نامحدود کارمندای خودشونو انسان‌هایی می‌بینن که ارزششون بیشتر از ماشینالاته. وقتی بتونید روی انسان‌ها سرمایه گذاری کنید، این کار فراتر از پرداخت دستمزد خوب و فراهم کردن محیطی عالی برای کار کردن افراده. یعنی باید درک کنید که کارمندا انسان‌هایی هستند که آرزوها، ترس‌ها، ایده‌ها و نظراتی برای خودشون دارن و در نهایت میخوان مفید واقع شن. این رویکرد میتونه برای رهبری که طرز فکر محدود داره یک ریسک وحشتناک باشه. وقتی یک کارمند از کار کردن خودش لذت ببره، اون وقت روحیه همدلی و همکاری شکل میگیره که هیچ پولی قادر به خرید اون نیست. زمانی که اراده قوی است. فروشگاه کانتینر در زمان رکود اقتصادی 13% کاهش فروش رو تجربه کرد. مدیرعامل تصمیم گرفت که با کارمندای خودش در مورد وضعیت بدی که پیش اومده بود صحبت کنه. بهشون گفت که باید هزینه‌ها رو کاهش بدن. اون حقوق ثابت کم رو جایگزین پرداختی پورسانتی کرد و پرداختی‌ها به صندوق بازنشستگی رو هم به تعویق انداخت. شرکت کانتینر همیشه افتخار می‌کرد که کارمنداش اولویتش هستن و به همین دلیل سراغ تعدیل نیرو نرفت. چیزی که در واقعیت رخ داد برای هیچ کس قابل درک نبود. کارمندا خیلی خوب با این قضیه کنار اومدن. اونا برنامه تثبیت حقوق رو قبول کردن و حتی به دنبال راههایی گشتن تا با کمک اون بتونن توی هزینه‌ها صرفه جویی کنن. حقیقت اینه که پول نمیتونه به انسانها انگیزه‌های واقعی اعطا کنه. بین سازمانی که به کارمندای خودش پاداش درونی میده و سازمانی که به دنبال انگیزه‌های بیرونیه تفاوت زیادی وجود داره. وقتی افراد با انگیزه‌های درونی سیراب شده باشن، نسبت به سازمانی که در اون مشغول به کار هستن، احساس تعلق خاطر میکنن. توی این سازمان‌ها افراد هر کاری که از دستشون بر بیاد برای اهداف آرمانگرایانه سازمان انجام میدن، چون عاشق کارشون هستن. برخلاف منابع که محدود هستن، این قدرت رو داریم که بی اندازه اراده ایجاد کنیم. در چنین سازمان‌هایی افراد همیشه با هم متحدن و از همدیگه، شرکت، منابع و رهبرا حمایت میکنن. فصل 7. تیم‌های مبتنی بر اعتماد. زمانی که عضو یک تیم قابل اعتماد باشیم، به راحتی میتونیم بگیم که آسیب پذیر هستیم یا کار رو اشتباه انجام دادیم.
توی این تیم ها میتونیم مسئولیت کارهای خودمون رو به عهده بگیریم و درخواست کمک کنیم. وقتی عضو یه تیم قابل اعتماد باشیم این اطمینان رو داریم که همگی از ما حمایت خواهند کرد. اما اگه عضو تیم قابل اعتمادی نباشیم تمایل نداریم که آسیب پذیری خودمون رو بروز بدیم. پس تصمیم میگیریم که دروغ بگیم یا پنهان کاری کنیم. اگه این شرایط نامتعادل توی یه سازمان ادامه پیدا کنه، اون سازمان به زودی از بین خواهد رفت. پس باید همواره تو سازمان خودتون به دنبال تشکیل تیم‌هایی باشید که بر اصل اعتماد استوار هستند. مقایسه عملکرد و اعتماد. عملکرد به صلاحیت فنی مربوط میشه. به عبارت دیگه این موضوع رو نشون میده که یه فرد چقدر تو کار خودش مهارت داره. آیا میشه در شرایط سخت مقاومت کنه و در شرایط تحت فشار خونسرد باشه؟ اعتماد به طور کلی به شخصیت فرد بستگی داره. اعتماد فروتنی و حس مسئولیت پذیری فرد رو نشون میده. اینکه آیا فرد میتونه در شرایط بحرانی مراقب همتیمی خودش باشه و روی سایر اعضا تأثیر مثبتی به جا بذاره؟ اگه فرد مهارت فنی خوبی داشته باشه دلیل نمیشه که بخوایم بهش اعتماد کنیم. برعکس این مورد هم کاملا امکان پذیره. عملکرد رو به راحتی میشه با بررسی خروجی ها مشخص کرد. اما برای اندازه‌گیری اعتماد معیارهای دقیقی وجود ندارن و این موضوع کار رو سخت خواهد کرد. اگه تو تیم خودتون متوجه حضور افراد غیرقابل اعتماد شدید، اونا رو اخراج نکنید. باید به این کارمندا کمک کنید تا مهارت‌های لازم برای اعتماد کردن بیشتر و قابل اعتمادتر شدن رو بیاموزن. اگر متوجه شدید افرادی هستند که عملکرد ضعیفی دارن، باید به اونا کمک کنید تا عملکردهای خودشون رو بهبود ببخشن. فقط وقتی که متوجه شدید یکی از اعضای تیم در مقابل آموزش اعتماد و عملکرد مقاومت میکنه و کار خودش رو انجام میده، باید نسبت به حذف اون اقدام کنید. اعتماد فرایندی زمان بره. برای ایجاد اعتماد در افراد باید بتونیم ریسک کنیم. گاهی اوقات باید ریسک های بزرگ انجام بدیم و گاهی اوقات هم باید دست به انجام ریسک های کوچیک بزنیم. یادتون باشه که باید اعتماد رو به صورت مستمر و فعال آموزش بدید. برای ایجاد اعتماد همیشه نفر اول ریسک میکنه و نفر دوم هم باید این کار رو انجام بده تا رابطه بتونه به خوبی شکل بگیره. توی سازمان ها اولین کسی که باید برای ریسک کردن قدم برداره رهبره. همواره یادتون باشه که فرایند اعتماد سازی و آموزش اون با اجبار امکان پذیر نخواهد بود. حقیقت نباید تلخ باشد. انسان‌ها ذاتاً از خطر فاصله می‌گیرند و به دنبال جایی هستند که همیشه در اون احساس امنیت کنند. بهترین مکان جاییه که می‌دونیم که از ما محافظت میشه. چیزی که باعث استرس و اضطراب میشه ترس از تنهاییه. یعنی جایی که احساس می‌کنیم باید در مقابل همتیمی‌ها از خودمون مراقبت کنیم. توی این شرایط هر چیزی که رخ بده احساس عدم امنیت می‌کنیم و از روی ترس واکنش نشون میدیم، نه از روی عدم اعتماد به نفس. ترس توی سازمان چیز خوبی نیست. ترس یک انگیزه قوی ایجاد میکنه که فرد بر اساس اون دروغ میگه و رفتارهایی از خودش نشون میده که برخلاف منافع خودش یا سازمان باشه. توی سازمان هیچ چیز و هیچ کسی نمیتونه عملکرد 100% از خودش نشون بده. اگه توی سازمان نتونیم با هم صادق باشیم و به هم کمک کنیم، نمیتونیم انتظار داشته باشیم که سازمان سربلند شه. اما رهبران این قدرت رو دارن که محیطی ایجاد کنن که افراد برای حرف زدن تو اون احساس امنیت کنن.
رهبرها باید برای این موضوع سراغ الگوسازی برن و رفتارهایی از خودشون نشون بدن که باعث ایجاد حس اعتماد و امنیت تو کارمندا بشه. آزادی مسئولانه و پشتیبانی حقیقی چیزیه که کارمندا باید اونو داشته باشن. اونچه که ارزشمند میدونیم و اقدامی که انجام میدیم فرهنگ یک شرکت رو تعیین میکنه. توی بازی بی‌نهایت به سیستمی نیاز داریم که اعتماد و عملکرد رو در طول زمان تضمین کنه. این وظیفه رهبره که بتونه محیطی ایجاد کنه که همگی بتونن زیر سایه اعتماد کار کنن و عاشق کار خودشون باشن. نحوه آموزش رهبر. اینکه یه سازمان بتونه رهبران موفق و ماهری آموزش بده بسیار مهمه. یکی از مهمترین وظایفی که رهبر باید داشته باشه اینه که بتونه رهبران جدیدی آموزش بده. این رهبرها باید بتونن یه سازمان مجهز برای قرار گرفتن تو بازی‌های نامحدود بسازن. نیروی دریایی آموزش‌هایی برای تبدیل کردن افراد به رهبر داره. برای نیروی دریایی مهم نیست که یه رهبر بتونه از موانع عبور کنه یا نه. چرا که اونا به دنبال آموزش رهبرایی هستن که بتونن برای از بین بردن موانع و غلبه بر مشکلات با همدیگه همکاری گرمی داشته باشن. یگان ویژه نیروی دریایی امریکا قابل اعتماد بودن فرد رو در اولویت بالاتری نسبت به توانایی عملکردیش در نظر میگیره. در نتیجه تیم‌هایی که ایجاد می‌کنن عملکرد بالایی دارن. چون وقتی اعتماد برقرار باشه در سایه اون آموزش و بهبود مهارت‌ها هم به سادگی امکان پذیر خواهد بود. اعتماد و عملکرد همیشه به دنبال همدیگه میان. اگه رهبران بیش از حد روی عملکرد افراد تاکید داشته باشن، فرهنگ یک سازمان به شدت آسیب می‌بینه. فصل 8. زوال اخلاقی. به طور کلی زوال اخلاقی رو میشه یه شرایط فرهنگی پیچیده دونست که به افراد اجازه میدن عملکردی غیر اخلاقی از خودشون نشون بدن. وقتی این شرایط رخ میده افراد کارای نادرست خودشون رو درست میدونن. زوال اخلاقی با کارای نادرست کوچیک آغاز میشه و اگه کسی جلوی اونو نگیره رشد میکنه و هر روز پیچیده تر میشه. لغزش‌های اخلاقی همیشه پیش میان، اما سازمان‌هایی که تفکر محدود دارن بیشتر مستعد زوال اخلاقی هستن. سازمان‌هایی که فرهنگ فشار روی کارمندها رو اجرا می‌کنن تا به سود بیشتری برسن، باعث میشن که کارمنداشون قوانین رو دور بزنن و راه میانبر رو انتخاب کنن. سازمان‌ها میدونن که افرادی هستن که عملکرد مشکوکی دارن، اما وقتی میبینن که اونا به هدف مطلوب رسیدن تشویقشون میکنن. متاسفانه سیستم پاداش تو این سازمان‌ها چون این افرادی رو تشویق میکنن که بازم به کارهای نادرست خودشون ادامه بدن. هر کسی که بتونه اهداف سازمان رو برآورده کنه تشویق میشه و کسی به این اهمیت نمیده که از چه روشی تونسته هدفی رو محقق کنه. این در حالیه که بعضیا با اینکه تلاش کردن ولی نتونستن به هدف مورد توجه سازمان دست پیدا کنن تنبیه میشن و همکارانشون اونا رو نادیده میگیرن. اونا تسلیم میشن و به این فکر میکنن که شاید بهتر باشه از روشای دیگه‌ای به دنبال تحقق اهداف سازمان باشن و تشویق شن. زوال اخلاقی مثل یه ویروسه که با گذشت زمان به همه جای یک سازمان منتشر میشه و مثل یه عفونت بدتر میشه. رهبرها وقتی میبینن که کارمنداشون دچار اشتباه میشن، فقط به خاطر اینکه اهداف سازمان رو برآورده میکنن ساکت میشن، چون خودشون هم دچار زوال اخلاقی شدن. اونا از این زوال اخلاقی سود میبرن.
به همین دلیل شدیداً میخوان که این وضعیت همونطور که هست حفظ شه. این مدیرا و رهبران موفقیت هایی که حاصل زوال اخلاقیه رو میپذیرن، اما بابت فرهنگی که تو سازمان رو به نابودیه هیچ مسئولیتی قبول نمی کنن. زمانی که انسانهای خوب کارهای بد انجام میدهند. کسایی که نسبت به بادام زمینی، زنبور یا صدف حساسیت دارن میدونن که استفاده از آمپول اپینفرین میتونه جونشون رو نجات بده. بنابراین احتمال اینکه افراد از اپیپن استفاده کنن بسیار زیاده. اپیپن یه سرنگ آماده استفاده است و هر کسی که آلرژی داره باید از اون داشته باشه. همچنین به خاطر اینکه تاریخ مصرف اون 12 ماهه باید اونو سالیانه عوض کرد. افراد میتونن $100 بدن و 2 بسته بخرن. در سال 2007 شرکتی با نام مایلن تونست حقوق تجاری این شرکت رو بخره. این شرکت هیچ مانع و رقیبی نداشت، به همین دلیل خیلی راحت تونست 22% قیمت محصولاتش رو بالا ببره. این افزایش قیمت تأثیر خوبی روی ارزش سهام داشت. در سال 2014 مدیریت به کارمندا فرصتی ارزشمند داد. به اونا گفت که اگه بتونن در طول 5 سال درآمد شرکت رو در ازای هر سهم 2 برابر کنن، به عنوان پاداش میتونن در $100 میلیون اون سهیم شن. این کار باعث شد در سال بعد قیمت اپیپن 32% دیگه هم افزایش پیدا کنه. این افزایش قیمت در سال 2016 تونست 500% شه و قیمت اپیپن در طول 6 سال به $600 رسید. در این بین مردم و سازمان‌های نظارتی دولت اعتراضات گسترده‌ای به راه انداختن تا تونستن جلوی این افزایش قیمت رو بگیرن. مدتی بعد از مدیر شرکت بابت این کارش سوال کردن و بهش گفتن که آیا از کارش پشیمونه و احساس تأسف میکنه یا نه. اون گفت من برای عمل کردن تو سیستمی که از قبل وجود داشته از هیچ کسی پوزش نمیخوام. در شرکت مایلن زوال اخلاقی به اوج خودش رسیده بود و اونا در حال بازی با دارویی بودن که جون بسیاری از انسانها به اون وابسته بود. اما هیچ کس تو شرکت متوجه نبود که در حال اشتباه کردنه و همه فکر میکردن که کارشون رو درست انجام دادن. در نهایت مایلن مجبور شد $465 میلیون جریمه پرداخت کنه و امتیاز برندش رو هم از دست داد. همه اعضای شرکت مایلن از خودفریبی رنج می بردن، به همین دلیل شبها بدون احساس گناه از کار نادرستی که انجام می دادن راحت سر بر بالین می گذاشتن. چیزی فراتر از زوال اخلاقی تو این شرکت رخ داده بود. خودفریبی. انسان‌ها این قدرت رو دارن که هزاران راه هوشمندانه برای توجیه رفتار و فریب دادن خودشون استفاده کنن و به گونه‌ای رفتار میکنن که انگار تصمیمات غیر اخلاقی که گرفتن کاملا منطقی بوده. یکی از مهمترین راه‌هایی که برای خودفریبی از اون استفاده میکنیم کلماته. ما از حسن تعبیر استفاده میکنیم تا خودمون رو از تأثیر تصمیمات نادرستی که میگیریم جدا کنیم. مثلا سیاستمدارای امریکایی میدونستن که شکنجه کردن انسانها کار نادرستیه و باعث میشه ارزش‌های اخلاقی زیر سوال بره. به همین دلیل به جای استفاده از واژه شکنجه از بازجویی پیشرفته استفاده کردن.